سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی. امیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه. امروز در خدمت شما هستیم تا بهتون آموزش بدیم چطور GTA آنلاین نسخه اندروید رو به صورت رایگان روی موبایل خودتون نصب کنید. تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. خب دوستان، شما ابتدا وارد پلی استور خودتون میشید و توی سرچ سمپ لانچر رو سرچ میکنید و این نسخه رو دانلود میکنید. توجه داشته باشید که هیچ یک از برنامه ها نه، فقط این نسخه از شرکت جکمنت رو دانلود کنید و صبر کنید تا دانلود بشه. بعد اینکه نصب شد شما توجه داشته باشید وارد بشید. اگر این نسخه با دستگاهش سازگار نباشه روی اینستال کلاینت این ارور براتون میاد که شما روی یس میزنید و این گزینه رو میزنید و این نسخه رو دانلود شما. سپس که دانلود کردید روی اوپن میزنید و اینستال میکنید. این نسخه رو باز میکنید و توجه داشته باشید که گزینه تموم بشه چکینگ فایل. خب دوستان ببینید توی این گزینه توجه داشته باشید شما اگر سیستم عامل گوشیتون ضعیف باشه میتونید نسخه لایت رو دانلود بکنید، اما اگر سیستم عامل و اینترنت قوی دارید میتونید نسخه فول رو دانلود بکنید که حدوداً 2 گیگابایت و 300 مگه و این نسخه لایت 900 مگابایته. حالا ما برای مثال نسخه رو انتخاب میکنیم و حالا کلاینت و یس رو میزنیم. ببینید شما تو این اصلا نباید از برنامه بیرون برید و باید صبر کنید که این عدد به این عدد برسه و کلاینت شما به صورت کامل دانلود بشه. پس بنابراین ما درون برنامه میمونیم تا به صورت کامل دانلود بشه. خب دوستان شما توجه داشته باشید که اگر دانلود شما به پایان رسید، اگر این گزینه برای شما اومد یعنی اینستال اکتوال ورژن، یعنی شما نسخه رو با موفقیت نصب کردید. بنابراین میتونید به قسمت برید و حالا هر یک از این سرور دارید، سرورها به صورت خارجی هستند و هر کدوم رو دوست دارید میتونید داخل آنها بازی کنید. برای مثال ما اگر سرور ایرانی رو آیپی رو بزنیم میتونیم وارد گوگل بشیم و عبارت سمپ رو جستجو بکنید. ببینید شما اینجا میتونید بسیاری از سرورها رو مشاهده بکنید. شما بزنید مثلا سمپ آلفا رو برای مثال، حالا این یه سروره در کنار سرورهای دیگه. شما حالا وارد هر سروری که دوست داشتید میشید. ما برای مثال اینجا میایم و شروع بازی رو میزنیم. ببین ما به یه آی پی نیاز داریم. این آی پی samp.ir، این آی پی رو کپی میکنیم و میایم داخل همین گزینه‌ای که زدیم و اینجا اینو ما پیستش میکنیم، سرور رو میزنیم. بله پلی برای ما لود شد. بخوایم وارد سرور بشیم نیازمندیم که اینجا این نیم برای مثال مثل این اسمی که من میذارم سمارت آندرلاین ها، دیگه الان این 100% درست خواهد بود و حالا ما وارد سرور میشیم. میشه ساخت اکانت هم الان بهتون میگم. دوستان شما اینجا رو ببینید یه پسورد برای خودتون انتخاب کنید. برای ما یه پسورد مثلا میذارم ابوالفضل اینجا میتونید اگر کسی شما رو به سرور معرفی کرده بود
اکسیت رو میزنید. اینجا جنسیت خودتون انتخاب کنید. اگر خانم هستید دیگه بزنید، اگر آقا هستید این رو میزنید و شماره تلفن خودتون رو میزنید. و در این مرحله یک SMS به شما تلفنی که شما وارد کردید ارسال میشه. شما اون کد رو میزنید برای اوکی کلیک. در این مرحله میتونید برای خودتون شخصیت خودتون رو انتخاب کنید. از آموزش امروز ما خیلی ممنون از شما که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.